عاشق پسری شدم که 20 سال ازم کوچیک‌تر بود. برای راضی کردنش مجبور شدم خودمو. سلام به همه شما دوستای عزیزم. لطفاً تا پایان این داستان با من همراه باشید. سلام، لیلا هستم. 43 سالمه. 20 سالم بود که به اجبار بابام با ابراهیم ازدواج کردم. ابراهیم مرد پولداری بود، اما 30 سال از خودم بزرگتر بود. جای پدر بزرگمو داشت و من نمیخواستم باهاش ازدواج کنم. اما بابام چشمش به مال و دارایی ابراهیم بود و میخواست از طریق ازدواج من و ابراهیم به مال و دارایی برسه. به خاطر منفعت خودش منو بدبخت کرد. روز عقدمون با اشک و گریه بله رو گفتم. همه فکر میکردن به خاطر شوق و ذوقم گریه میکنم. اما من برای بدبخت شدنم گریه میکردم. بابام آدم طمعکاری بود که کل زندگیشو با طمعکاری گذرونده بود. هیچ وقتم به اون چیزی که میخواست نرسید. اوایل که با ابراهیم ازدواج کرده بودم، ابراهیم با هم خوب رفتار میکرد. اما چند ماه که از ازدواجمون گذشت، اخلاق و رفتارش عوض شد و تازه فهمیدم چه اخلاق و رفتار بدی داره. اون دسته بزن داشت و از اون آدمایی بود که فکر میکرد فقط حرف خودش درسته و بقیه اشتباه میگن. حرف هیچ کس رو قبول نداشت. اصلاً باهاش نمیشد حرف زد. 1 سال از ازدواجمون گذشته بود که با یه بچه به خونه اومد و گفت این بچه منو باید بزرگش کنی. من اصلاً باورم نمیشد ابراهیم زن دیگه ای داشته باشه. اون گفت یه زن صیغه‌ای داشته که وقتی بچه دار شدن اون زن بچه‌شو نخواسته و رابطه‌شو با ابراهیم تموم کرده. صیغه رو هم باطل کرده بودن. ابراهیم میگفت باید بچه‌شو بزرگ کنم و منم نمیتونستم مخالفت کنم. روزای اول از پسر ابراهیم متنفر بودم. اما وقتی مجبور شدم ازش نگهداری کنم کم کم مهرش به دلم نشست. اسم پسر ابراهیم فریبرز بود. ابراهیم برخلاف تمام اخلاقای بدی که داشت، فریبرز رو دوست داشت و هر چیزی که میخواست براش فراهم میکرد. بهش رسیدگی میکرد. منم فریبرز رو دوست داشتم. با اینکه دلم نمیخواست بچه یکی دیگر رو بزرگ کنم، اما دیگه چاره‌ای نداشتم و مجبور بودم بسوزم و بسازم. خونه بابام نمیرفتم، اما اون برای اینکه پولی از ابراهیم بگیره هر روز به خونم میومد و آبرومو برده بود. آخرشم ابراهیم از خونه بیرونش کرد. خودم بچه دار نشدم، اما فریبرز به هم مامان میگفت و به هم عادت کرده بود. منم اونو مثل بچه نداشته خودم دوست داشتم. انگار که پسر خودم بود. گذشت. بعد از چند سال یه شب ابراهیم سکته قلبی کرد. درست زندگی خوبی با ابراهیم نداشتم، اما از اینکه مرده بود ناراحت شده بودم. فریبرزم خیلی بیتابی میکرد. ابراهیم با اینکه شوهر خوبی برای من نبود، اما وقتی مرد مال و اموال زیادی برای من و فریبرز جا گذاشت. بابام خیلی سعی کرد به بهونه مراقبت از من و فریبرز مال و اموالمون رو به نام خودش کنه. اما من نذاشتم به هدفش برسه و از خونه زندگیم بیرونش کردم. 1 سالی رو با فریبرز توی همون خونه ابراهیم زندگی کردیم. اما بعد از 1 سال اون خونه رو فروختم و یه جای بهتری خریدم. برای زندگی به خونه جدیدمون رفتیم. توی خونه ابراهیم خاطرات خوبی نداشتم. نمیتونستم اونجا زندگی کنم. فریبرز بزرگتر شده بود و توی خونه احساس تنهایی نمی‌کردم. با اینکه ابراهیم مرده بود، اما اونقدر پول برامون به جا گذاشته بود که اصلا نیاز نبود من و فریبرز کار کنیم. اما از اینکه توی خونه بیکار بودم خسته شده بودم. برای همینم میخواستم توی کارگاه نزدیک خونمون کار کنم. اونجا زنای زیادی بودن و باهاشون سرگرم میشدم. فریبرزم درس میخوند. با چند تا زن که همسن و سال خودم بودن، وضع مالی خوبی هم داشتن دوست شده بودم. باهاشون به مسافرت و تفریح میرفتم. فریبرزم گاهی با خودم میبردم و گاهی هم تنها توی خونه میموند. با اینکه چند سالی رو سختی کشیدم، اما بعد از فوت ابراهیم زندگیم خوب شد. چند سال گذشت و فریبرز سنش بیشتر شد. اون دیگه دانشگاه میرفت و وکالت میخوند.
تا اینکه یه روز به هم گفت عاشق دختری شده و میخواد باهاش ازدواج کنه. فریبرز تازه ترم اول دانشگاه بود و سنش زیاد نبود. به خاطر همین با ازدواجش مخالفت کردم و ازش خواستم صبر کنه. اما اون خیلی عجول بود و منم مجبور شدم باهاش به خواستگاری برم. اما پدر مادر اون دخترم با ازدواجشون مخالفت کردن و به خاطر همینم قرار شد انگشتر نشونی دست دخترشون کنیم و صبر کنیم سن جفتشون بیشتر بشه. 3 سال گذشت و فریبرز گفت دیگه نمیتونه صبر کنه. انقدر به خانواده اون دخترم اصرار کرد که راضی شدن مراسم عروسی رو بگیرن و سر خونه زندگیشون برن. برای فریبرز و زنش خونه‌ای با پول ابراهیم خریدم و اونا هم رفتن سر خونه زندگیشون. از اینکه فریبرز سر و سامون گرفته بود خیلی خوشحال بودم. اما از اینکه تنها شده بودم ناراحت بودم. فریبرز بچه خودم نبود، اما بزرگش کرده بودم و بهش وابسته شده بودم. مثل پسر خودم دوستش داشتم. اوایل که ازدواج کرده بود یه روز در میون بهم سر میزد. اما بعد از یه مدت دیگه خیلی کم می اومد و وقتی هم می اومد زنشو با خودش نمی آورد. از حرف و رفتار خودش و زنش فهمیده بودم که زنش نمیخواد به خونم بیاد و کاری هم کرده بود که فریبرزم خیلی کم به خونم می اومد. درسته من فریبرزو به دنیا نیاورده بودم، اما براش مادری کرده بودم و بزرگش کرده بودم. بهش وابسته بودم و دوستش داشتم. دوست داشتم ببینمش، اما زنش از من بدش می اومد. در حالی که من با فریبرز حرف می زدم و نصیحتش می کردم که به زنش رسیدگی کنه. از اینکه فریبرز و زنش به دیدنم نمی اومدن خیلی دلم شکسته بود. اما چیزی بهشون نگفتم چون نمیخواستم به خاطر من زندگیشون خراب بشه. خیلی وقت بود کارگاه نمیرفتم و توی خونه تنها بودم. بعضی وقتا خونه دوستان میرفتم اما بیشتر روزا حوصله‌ام سر میرفت. برای همینم هر وقت که میتونستم به پارک نزدیک خونم میرفتم. یه روز که به پارک رفته بودم با پسری به اسم کامیار آشنا شدم. اون بچه طلاق بود و با مادر بزرگش زندگی میکرد. پسر آروم و مظلومی بود که از گفته‌هاش میشد فهمید توی زندگیش خیلی سختی کشیده. به گفته خودش هم سن و سالاش یا دانشگاه میرفتن و درس میخوندن یا ازدواج کرده بودن و زندگی خوبی تشکیل داده بودن. اما اون کار میکرد و زحمت میکشید. اون روزم از روی بی‌حوصلگی و خستگی به پارک اومده بود. وقتی کنار من روی نیمکت نشست، خودم اول باهاش حرف زدم و بعد هم اون درد و دل کرد. با هم آشنا شدیم. از بدبختی و زندگی سختش برام گفت. منم دلم برای سوخت و شماره‌شو گرفتم. بعد از چند روز تماس گرفتم و ازش خواستم که به خونم بیاد. اونم اومد. بهش گفتم من کسیو ندارم. اگه برام کار کنه پول خوبی بهش میدم. اونم قبول کرد. خرید خونه رو انجام میداد و به گل و درختای حیاط رسیدگی میکرد. اگه جایی میخواستم برم منو میبرد. هم صحبت خیلی خوبی هم بود. منم هر ماه پول خوبی بهش میدادم. اول قصدم کمک کردن بود. اما چند ماه که گذشت بهش علاقه‌مند شدم. اون جای پسرم بود و نباید عاشقش میشدم. اما دست خودم نبود. بهش علاقه‌مند شده بودم. نمیخواستم از دستش بدم. خیلی سعی کردم جلوی خودم رو بگیرم و چیزی نگم. اما نتونستم و بهش گفتم میخوام با هم ازدواج کنه و اونم شوکه شد. وقتی به کامیار گفتم عاشقش شدم خیلی عصبی شد و کلی داد و بیداد کرد. از خونه رفت بیرون و دیگه هم به خونه نیومد. آدرس خونه مادر بزرگشو قبلا به هم گفته بود و به خاطر همینم دنبالش رفتم. اما مادر بزرگش گفت خونه نیست و برای کار با دوستش به شهر دیگه ای رفته. از اینکه بهش گفته بودم دوستش دارم خیلی پشیمون بودم. اما دیگه دیر شده بود. 1 ماه گذشت و دوباره دنبالش رفتم. توی خونه مادر بزرگش دیدمش. از اینکه دیده بودمش خوشحال بودم. اما اون خیلی ناراحت شده بود. نمیخواستم جلوی مادر بزرگش چیزی بگم. به خاطر همین گفتم با هم به خونم بیاد تا کاری برام انجام بده. مادر بزرگشم به چیزی شک نکرد و اونم با هم اومد.
وقتی به خونم رفتیم خیلی باهاش صحبت کردم. ازش خواستم فقط باهام باشه و در عوض منم هر چقدر پول که بخواد بهش میدم. اما اون بازم مخالفت کرد. اصلا نمیدونم چرا اونطور رفتار میکردم. من عاشق پسری شدم که 20 سال ازم کوچیکتر بود. برای راضی کردنش مجبور شدم خودم رو پیشش کوچیک کنم و التماسش کنم. من از اون بزرگتر بودم. اما بهش التماس میکردم که خواستم و قبول کنه. کامیار خیلی عصبی بود. مدام میگفت دست از سرش بردارم. اما من نمیخواستم از دستش بدم. حالم خیلی بد بود و سعی میکردم راضیش کنم درخواستم و قبول کنه. همون لحظه فریبرز پسرم با عصبانیت وارد خونه شد. اون کلید خونه رو داشت و به خاطر همینم خیلی راحت وارد خونه شده بود. صدای من و کامیار شنیده بود و حسابی عصبی شده بود. وقتی وارد خونه شد اول سمت کامیار حمله کرد و شروع کرد به کتک زدنش. اما کامیار قبل از اینکه فریبرز بلای سرش بیاره از خونه فرار کرد و رفت. من موندم و فریبرز اصلا روی سر بلند کردن نداشتم چون میدونستم چه اشتباهی کردم. فریبرز انقدر عصبی بود که سرم داد کشید و بهم بد و بیراه گفت. من بزرگش کرده بودم و براش مادری کرده بودم. اما دیگه حرمت و احترامی بینمون نمونده بود. من کاری کرده بودم که فریبرز هر چقدر داد و بیداد میکرد و بد و بیراه میگفت آروم نمیشد. حتی چند بار دستشو بلند کرد که منو بزنه اما هر بار جلوی خودشو گرفت. فریبرز بهم گفت دیگه هیچ وقت اسمشو نیارم و بعدم از خونم رفت و دیگه هیچ وقتم ندیدمش. من اشتباه کرده بودم. نباید اون حرفا رو به کامیار میزدم و ازش میخواستم با هم ازدواج کنه. اما منم دست خودم نبود. بهش علاقه‌مند شده بودم. نتونسته بودم جلوی خودم رو بگیرم. من مدت زیادی رو تنها مونده بودم. همینم باعث شده بود به یه جوان که 20 سال از خودم کوچیک‌تر بود دل ببندم. بعد از اون روز دیگه هیچ خبری از کامیار نشد و منم با اینکه خیلی برام سخت بود اما دیگه سراغش نرفتم. چون میدونستم اون هیچ جوره راضی نمیشه با هم ازدواج کنه. اون جوان بود. آرزو داشت با دختر جوانی ازدواج کنه. حق داشت که منو نخواد. مدت‌ها گذشت تا تونستم با خودم کنار بیام و فکر کامیار رو از سرم بیرون کنم. اما هنوزم فریبرز به دیدنم نیومد و خیلی دلتنگشم. من با کاری که کردم پسرم رو از دست دادم و الان خیلی پشیمونم. کاش هیچ وقت با کامیار آشنا نمی شدم. ممنونم دوستان عزیزم که تا پایان این داستان با ما همراه بودید. برای دیدن داستان‌های جذاب دیگه کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.